خسران خوش آمدید. این جزیره دارای فضای سبز بسیار است و موجوداتی عجیب که دائم دروغ میگویند، از جمله درویش، تیر دروازه و دکه چاوشی. این دروغ ها را مردم عادی بیشترشان باور میکنند، ولی من از شما بینندگان انتظار دارم شما باور نکنید. این افرادی که میبینید قربانیان این موجودات خبیث یعنی تیر دروازه و دکه چاوشی هستند. میبینید که همونطور یک هاپو هم در کسلان وجود دارد که بچه ها را شکنجه میکنند. این جزیره به نوبه خود بسیار خاص است و به جزیره لاست میماند. این شخصی که میبینید سعی میکند ادای ساسی را درآورده و باعث خنده موجودات این جزیره شود، ولی نمیداند که ما به او میخندیم. موجودی که در اینجا میبینید که با عنوان رهبر گروه هست، رهبر گروه نیست. اون فقط یک تیر دروازه برای گروه موسیقی است. او کسی نیست جز درویش که به مراتب تحصیلی ما ریده است. این موجود به شدت خالی بند است و ما اینجا یک مدرک از او داریم که دست در دماغ خود دارد. این موجود خطرناک خیلی خالی میبندد و آخرین خالی بندی او طبق آمار گزارش شده بررسی تست های آزاد در یک هفته بین سراسری و آزاد است. بهتر است دیگر راجع به او بحث نکنیم چون حالم دارد به هم میخورد. این شخصی که میبینید داکی چاوشی است. او مدیر این جزیره است. ما هرچند او را زیاد نمیبینیم، برای همین حرفی هم ندارم که زیاد راجع به او بزنم. فقط میدانم که او در دفتر خود در جلوی کولر خود را باد میزند و فقط لهجه چرت ترکیش خوراک خنده بچه هاست. تیکه اوست. این موجودی که میبینید نامش ولی پوری است. او هاپوی جزیره است. فقط باید از او حذر کرد. در مواقع هانی انداختن یک استخوان کفایت میکند.